بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه ونور عرشه وزينة فرشه محمد وآله وأصحابه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلام علیکم و رحمت الله. بیننده های نهایت گرامی، خدا کنه که روز خوشی را و با سعادتی را آغاز کرده باشی. رب کائنات جل مجده همه شما بیننده ها را و فضل و کرم خود لباس و عافیت به تن شما داشته باشه. عزیزای محترم، خوشحال و خرسند هستیم که در اخیر ماه شعبان و در آغاز ماه مبارک رمضان شریف قرار داریم. بسا جای سعادت و نیکبختی است. خوشحال و خرسند هستیم که الله پاک جل مجده با شما را به ماه زی برکت زی شرافت که ماه رمضان شریف است رساند و انشالله که از برکات و فیوزاتش مستفید خواهیم شد. عزیزای گرامی، پیرامون بحث ما رابطه به مسائلی که متعلقه با روزه شریف و رمضان می باشه. انشاءالله مشت نمونه خروار مختصر به حضورتان می داشته باشیم. و دیگر ای که رب کائنات جل مجده همه هموطنای عزیز ما را در هر اکناف و اطرافی که زندگی و زیست میکنن، الله متعال توفیق طاعت بندگی مخلصانه نصیبشان بگردانه. عزیزای محترم، ممکن تماس داریم؟ مهربانی. و علیکم و رحمت الله تعالی. بفرمایید صاحب. مولای صاحب، یک تکلیف دارم، من تکلیف قلبی دارم، من تکلیف گرزه دارم. انشاء بسیار ناجور هستم. پاس در رمضان دیگه حمله سرم آمد، تکلیف قلبی بسیار شدم، کابل رفتم، بسیار دوا گرفتم. آیا یعنی روزه را ایران مودیم چی رقم کنم؟ روز 5 رقم 6 رقم دوا را صبح میخورم، شب میخورم، دلم تکان میکنه، هیچ چیزی من ندارم که بگردم روز تا یک وقتی یکیستم. یعنی روزه ماه مبارک چطور کنم؟ چی رقم بگیرم، چی رقم کنم؟ خب شما مریض هستی، روزه گرفتن نمیتونی؟ بالکل روزه گرفتن نمیتونی یا سرت دشوار تمام میشه؟ حالا کل میگن نگه که تو قلبی سرت حمله میگه. پاس دو دفعه حمله آمد، یک دفعه در 15 رمضان، یک دفعه آخر رمضان. دوا میخوری مادر؟ نه دوا کابل دوا دارم. 3 ماه بود میرم کابل دوا میگیرم. دوا ما قبول نکردیم، دوا دارم میرم. خود جان از جان جداست. وصف توان اگر داشته باشی باز بگیری خوب است، اگر نداشته باشی با سرت لازم نیست. من انشالله کمی دیگه تشریح میتونم، شما بیننده برنامه باشید. شیما ندارم. اینه میرم خودم نفهمی که چی رقم کنم. من میرم با دکتر خودم زنگ زدم، دکتر خودم موبایل چیزا نفهمیدم، دکتر نفهمیدم. با اون نگفتم ایران مادیم چی رقم کنم، بگیریم یا نگیریم. شیمه گشتن ندارم. خب درست است. بیننده برنامه باش مادر عزیز. من انشالله که به شما توضیح میتم. نه کل خانواده درست. عزیزای محترم، خصوصا مادری که قبلا تماس گرفته بودن، یک قانون و یک ضابطه در کتب فقهیه ذکر میشه. فقها ذکر میکنن که طاعت علی حسب طاقت است. طاعت بندگی الله متعال، مثلا نماز خواندن یا روزه گرفتن یا حج کردن یا جهاد کردن یا سایر عباداتی که الله متعال او را بالای ما واجب لازم گشتانده، او علی حسب طاقت است.
هر قدری که وسع توان داریم ما باید طاعت بکنیم، بندگی الله را بکنیم. و اگر از وسع توان ما بالا باشه باز ما مکلف نیستیم. مادر ما که میگن مریض هستم، تکلیف قلبی دارم و در رمضان قبلی 2 بار سر ما حمله آمد، احتمال داره که حملات انسان از بین ببره و گپش یک طرفه بسازه، بسیار وخیم و خطرناک می باشه. خب جان از جان جدا است مادر عزیز. اگر تو روزه گرفته بتانی خب مکلف هستی باید روزه بگیری، چون الله پاک در قرآن فرمود فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. کسی که ماه رمضان را حاضر شد باید که روزه بگیره، باید لازما باید که روزه بگیره. و اگر نه که باز توانت نباشه تو مکلف نیستی، سرت روزه نیست. اگر بعد از رمضان مبارک تو صحت یاب میشی واسه توان روزه گرفتن می داشته باشی فبها، و اگر نباشی باز قضایی شم سرت نیست. مهربانی همشیره ما تماس دارن، شیلا خواهر ما از بغلان. شکر صاحب. تراویح خانه تراویح را خواندن اتانی وقتی در جریان تراویح باشی اگر وجود خراب شد و مشکل کم ازدی و چیز داشته باشی با اون خاطر اگر تراویح را نخوانی ذکر بکنی و تصویر بگیری یا میشن روزی آدم مولای سب یا نه تراویح را نخوانی یا خواندن اتانی یا گپ است مشکل در روزی آدم مشکل پیدا میشن و آدم دوباره مگم موضوع بگیری که تکلیف کم ازدی داشته باشه و اما خاطر اگر نخوانی تراویح را ذکر بگی و تصویر بگی میشه یا نه باید که هر رقمش اگر به هر رقمش باید مریضی چه رقم مریضی است مادر؟ وضوی آدم یگان دفعه خراب میشه و مخاطر وضوی آدم خراب میشه؟ یک شک پیدا شد با وضوی. خب که وضو خراب شد دوباره وضو بکنی باز تراویح بخوانی. باز خاطر تکلیف هست که چی رقم شود؟ خب تکلیف زنانه؟ بله. خب درست. مادر ما رابطه به تراویح سوال کردن. تراویح عزیزا سنت است و به سنت عمل کردن خواندنش اجر و ثواب و پاداش است و به ترکش ملامتی است. البته کوشش بکنیم که تراویح بخوانیم. البته این مادر ما سوال کردن که سر کسی که سر نماز تراویح وضویش مشکنه، یک مریضی که مربوط به زنها میشه تو مریضی می داشته باشه، اگر از اون مریضی آید حالت شه باز نمازت میشه و وضویت نمشکنه که استحاضه گفته میشه. اگر از اون مرض باشه وضو انسان نمشکنه، از یک وقت نماز تا دیگه وقت نماز وضو می داشته باشی. اگر سر نماز فرضم باشه یا واجب باشه یا سنت باشه اما عذر پیش و وضویت نشکشته مادر، نماز تا ادامه بده. گرچند لباست به نماز است اما وضویت نشکسته، تو میتونی که بخوانی. این یک مسئله مسلم است، واضح است. چرا اگر تو بگوی ما برم وضو بکنم دوباره پس بیم سر نماز استاد شم، خب باز هم عذر پیش میشه، یعنی باز وضویت مشکله. پس چون این عذر است اگر امو عذر در عین نماز رخ بده وضویت نشکسته و متوقی تراویح خوانده شود. ماه مبارک رمضان شریف است والله اعلم که تا سال آینده ما باشیم نباشیم. از این چانس طلایی باید استفاده بکنیم. رب کائنات جل مجده در قرآن عظیم شان می فرماید یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. ای آنانی که شما مؤمن هستی فرض شده بالای شما روزه، کما کتب علی الذین من قبلکم، چنانی که بالای مردمی که قبل از شما بودن روزه فرض بود. چرا الله پاک روزه را سر ما فرض گشتند؟ لعلکم تتقون، تا اینکه شما تتقون خود را حفظ بکنی از آتش دوزخ یا تقوا حاصل بکنی. لعلکم تتقون، به خاطر پرهیزگاری و تقوا الله متعال روزه را فرض گشتانده. پس به واسطه روزه ما تقوادار میشیم. چرا؟ انسانی که روزه میگیره کسر شهوت در وجودش پیدا میشه
کسر شهوت می و اکثر گناه ها که می باشه از شهوت می باشه. پس روزه کاسر شهوت است. وقتی که کاسر شهوت شد انسان به شهوت وقتی که نپرداخت باز متقی میشه. الله پاک ما را متقی تر بسازه. امشب احتمالا شب رمضان شریف است، چون امروز روز یک شنبه 29 شعبان است. ممکن شعبان 29 باشه، فردا رمضان شریف باشه. اگر مهتاب دیده شود خفا به ها مهتاب رمضان شریف دیده شود و فردا رمضان است، و اگر نه که مهتاب دیده نشه آسمان ابرآلود باشه باز فردا یوم شک می باشه. بعضی دوستا سوال میکنن که آیا فردا رو ما روزه بگیریم یا نگیریم. بعضی ها میگن روزه است، بعضی ها میگن نیست. اگر روزه نفلی قطعی گرفته شود هیچ مشکل شرعی نداره. در یوم شک فقهای را بحث کردن، گپ هوایی و پیتوی نیست که در یوم شک که روز سیوم است و مهتاب کس ندیده کسی روزه نفلی بگیره که من روزه نفلی میگیرم. باز اگر بالفرض تو روزه نفلی گرفتی او رمضان شریف بود، پس آن معلوم شد که همین روزی که تو روزه نفلی گرفتی رمضان بود، پس در جای رمضان دیگر روزه کارگر نمی باشه، یعنی روزه نفل دایرکت میره به روزه فرضی فرض حساب میشه. اما تو اگر روزه بگیری که برو روزه میگیرم اگر رمضان بود رمضان، اگر نبود باز دیگر مت روزه نفلی، این رقم باز درست نیست. نیت یقینی بکنیم که ما روزه نفلی میگیرم. آیا امشب تراویح بخوانیم یا نخوانیم؟ تراویح به جماعت خوانده نشد، چون رمضان وقتی که ثابت نیست. تراویح هم به جماعت چون نماز نفل است، سنت خو نفل گفته میشه، او به جماعت است باید خواندن نشه. اما انفرادی اگر کسی در خانه بخوانه ممانعت نداره. انفرادی یعنی تنهایی در خانه نماز تراویح را بخوانی هیچ مشکل نداره. متوجه شدیم؟ خدای پاک جل مجدو همه ما را توفیق بده. خب بحث و برنامه ما رابطه به مسائل رمضان و روزه هست. یکی در برادرای ما در کشورهای همسایه مسافر هستند. مثلا بعض دوستای ما هموطنای ما در ایران مسافر هستند، یک در دوستا هموطنا در ترکیه هستند، در سایر مناطق مختلفی زندگی و زیست به سر میبرند. اونها کوشش بکنن که روزه خود درست بگیرن و نمازهای خود درست بخوانن. و الحمدلله تا جایی که ما تفحص و جستجو کردیم هموطنای ما بسیار مردمای چست و چالاک هستند در طاعت و عبادت. روزه خودم میگیرن الحمدلله. با وجود از این که مثلا در ایران بسیار مردم از روزه نمیگیرن، اما افغانای ما هستن شیرواری روزه میگیرن و هم کار میکنن، هم تلاش میکنن، هم زحمت میکشن، هم گپ میشنون و هم روزه میگیرن. این رزق حلال پیدا کردن میگه. و این از جوانمردی افغان ها و هموطنای ما هستند که پدر و مادرشان چنین تربیه کرده ایشان را که ایشان همچون کوه استوار می باشند و فریب دشمن را نمیخورن. گرچند میگه با ما نشینی ما شوی، با دیک نشینی سیا شوی، اما هموطنایی داریم، عزیزایی داریم، برادرایی داریم که در کشورهای همسایه زندگی میکنن، در کشوری که بسیار مردمای پست و عرضه و به کیفیت داره، اما اینها کیفیت خود را از دست ندادن، نمازهای خود به وقتش میخوانند و افطار خود را به وقتش میکنند، روزه خود را به وجه احسنش میگیرند. این از شاکاری های امت پیغمبر علیه السلام و خصوصا افغانهای ماست. الله متعال افغانهای ما را و در مجموع همه مسلمان ها را که اهل سنت و جماعت هستند در هر نقطه و اکناف جهانی که قرار دارند، الله متعال زبردست داشته باشه ایشان و الله متعال با خود ایشان را واصل بسازه. بناهن مسافر گرچند هستند عزیزای محترم، بعض دوستا بعضی از هموطنا ندانستن، البته خیلی هموطنایی داریم از نافهمی و نادانی رفتن در کشورهای همسایه، در اونجا مردم فریبشان داد، گفتند شما مسافر هستی، برای مسافر خود روزه فرض نیست، بناهن تو بخو.
عزیزای گرامی، ما مسافر دو گونه داریم. مسافر دو قسم است. یکی مسافر شرعی است، این نقطه را باید بسیار متوجه باشیم. دوم مسافر عرفی است. از لحاظ عرف و رواج ما میگیم که برادرم در فلان جای، در ترکیه، در ایران یا در امریکا یا در یک جای دیگر مسافر است. درست است لفظ مسافر ما استعمال میکنیم، بچه مسافر است، برادرم مسافر است، شوهرم مسافر است، بله، اما مسافر شرعی نیست، مسافر عرفی است. خب اگر کسی بگه مسافر شرعی کدام است؟ مسافر شرعی کسی است عزیزای گرامی، خوب متوجه باشه. مسافر شرعی کسی است که از خانه خود میبراید، قصد را، عزم به یک جایی داره که مسیر 3 روز پیاده راه است. مسیر 3 روز پیاده راه است. در وقت نماز بخوانی، در وقت نان بخوری، در وقت چای بنوشی، 3 روز راه باشه. باز حد اقل سفر 3 روز است. او هم پای پیاده بر رفتار متوسط یا بر رفتار شتر باشه. این فقها کتابا مهربانی کردن. باز اینمی آدم مسافر است. وقتی که مسافر است، او طرف به جایی که میره و در اون مثلا مسیر 3 روزه است یا از او بیشتر است، 5 روزه است یا 10 روزه است، در اونجا بگوید که من از 15 روز کمتر میپایم، باز مسافر استی. و اگر نه که مثال بگویم، یک آدم از کابل مزار شریف میره، از کابل تا مزار شریف اگر پای پیاده یک آدم راه بره، ممکن 7-8 روز پیاده راه باشه، شاید بیشتر یا کمتر باشه. خب من تخمینیشه با شما عرض میکنم. پس وقتی که حداقل 3 روز پای پیاده راه باشه، در وقت نان بخوری، در وقت چای بنوشی، در وقت نماز بخوانی و در وقت استراحت که از طرف شب است استراحت شوی، پای پیاده متوسط راه بری، 3 روز، نه 3 روز بیشتر است که به حساب کیلومتر ممکن 80 کیلومتر شوه. یک آدم که میره مسافر است. باز خدا کنه که تو پای پیاده راه نری، در موتر بری، در طیاره راه بری، هم مسافر استی. یک آدم مزار شریف میره، مسافر میشه. اگر این شرط نیست که والا خود در موتر خود 1 روز راه، 3 روز راه نیست، نه، رفتار انسان و بنی آدم معتبر است. پس در اونجا مثلا در مزار شریف بگویی که من 14 روز میپایم، من 13 روز، من 12 روز، من 10 روز میپایم، تو مسافر هستی. ماه مبارک رمضان شریف است. الله متعال جل مجده به تو اجازه داده و رخصت داده که تو روزه افطار بکنی. گرچه جوان صحتمند و تندرست هستی، گرچه سفرت سفر راحت بود، سفر مشقت نبود، بی خواب نشدی، بی نان نشدی، بی چای نشدی، مثلا زمستان بود تکلیف نشدی، سرد نخوردی، تابستان بود بسیار گرمی بود، موتر بسیار کولردار و سرد داشتی، این تکلیف نشدی. الله پاک جل مجده بر تو رخصت داده که روزه را بخو، افطار بکو. وقتی که رمضان مبارک خلاص شد، در سفر 2 روز، 3 روز، 4 روز، 5 روز روزه را افطار کرده بودی، بعد از رمضان شریف تو را باید که قضایش بیاری، هیچ مشکل نداره. و رخصتی را که الله متعال به ما شما داده، کسی نمیتونه که رخصتی را از ما سلب بسازه. متوجه هستیم؟ گفته نمیتونیم کسی را که جوانی را، مادری را، پدری را که مسافر است در حالت سفر، گرچند جوان رشید و کاکه است، میگیره میخوره مینوشه، ما را تهدید بکنیم، ما سر از گمان بد بکنیم. اینه در ماه مبارک رمضان شریف تو یک کسی را میبینی در یک جایی که اون میخوره او مینوشه، تو گمان بد نکن که والا سرخ و سفید چاق و لق یک آدم دیدم که روزه را میخورد، او مسلمان خدا میشه او مسافر باشه. چرا ایمان تا به گمان میبری؟ و خدای پاک جل مجده مسافر آخه اجازه داده، گفته برات رخصت هست، روزه افطار بکو. وقتی که خدای پاک جل مجده اجازه داده باشه، بر از او رخصت اعلان کرده باشه، ما میتونیم رخصتی از او سلب بکنیم؟ مثلا دولت ما رسمیاتش تا 4 بجه است، مسئولیت و تو مکلفیت داری که تا 4 بجه در شعبه باید که کار بکنی. من یک مثال عرض میکنم به خاطر واضح شدن مسئله و بحث ما. بعد از 4 بجه رخصتی است. بعد از 4 بجه کسی وزیر، وکیل، رئیس، کارمند خود را محکم گرفتن نمیتونه که تو بعد از 4 بجه حتما اینجا بشی کار بکو. اگر این به خوش خود و به اختیار خود تا 5 بجه کار میکنه، کار خودش است.
اضافه کاری میکنه. اما از 4 بجه بالا کس از این حق جبر و اکراه را نداره که حتما دشو بید باش. پس الله متعال وقتی که برای مسافر اجازه داده که برای تو اجازه است که روزه را افطار بکنی، هیچ کسی حق نداره که در حق از او گمان بد داشته باشه، نیت بد داشته باشه یا او را در جای تهدید بکنه که تو چرا روزه تا میخوری. یک چیز متوجه باشیم، او مسئله ای است که ما اگر یک راه خیر و بهتر و تقوا را به یک مؤمن و مسلمان نشان بدیم بهتر است. الله پاک در قرآن برای مسافر رخصت داده که روزه تا افطار بکو بعد از رمضان شریف، باز تو قضاییش بیار. خب الله پاک جل مجده در قرآن فرمود که و ان تصوموا خیر لکم لعلکم تفلحون، غالبا همه تو ذکر شده. خب اگر تو مسافر هستی باز در حالت سفر روزه بگیری خیر لکم، ای برای تو بهتر است. روزه گرفتن بهتر است، تقوا هست، عزیمت است، شاهکاری است. و این طرف رخصت هم داریم. اگر یک آدم بگوییم که تو روزه بگیری بهتر است برات، اما تهدید کرده نمیتونیم، اما زجر کرده نمیتونیم که تو چرا روزه را میخوری. این را مسافر شرعی گفته میشه. عزیزای محترم، مسافر شرعی را انشاءالله شناختیم. باز مسافر نماز خودم قصر میکنه، نمازهای فرض 4 رکعتی را 2 رکعت میخوانی، سنت باز قصر نداره. خب این را گفتیم در صورتی که از 15 روز کم میپایی. اگر نه گفتی مزار شریف میرم و در مزار شریف 20 روز یا 1 ماه میباشم، باز تو مسافر نیستی در مزار شریف. تو در مزار شریف مسافر نیستی، چون در اونجا نیت اقامت از 15 روز بالا کردی. 15 روز یا از 15 روز بالا که نیت اقامت داشتی از مسافرت برآمدی. چه معنا؟ روزام سر تو فرض است و نمازم قصر نباید کرد و اگر غنی باشی قربانی باید بکنی، به جماعت باید بری، مسائلی که تعلق به مقیم میگیره. و اگر نه که از 14 روز 15 روز کمتر باشی مسافر شرعی هستی، روزه برای تو جایز است افطار بکنی. دوم مسئله مریض است. در مریض هم الله متعال رخصت داده. برای مریض الله متعال اجازه داده که وقتی شما مریض بوده در ماه رمضان شریف افطار بکنی و بعد از رمضان شریف وقتی که شما صحت یاب شده باز قضاییش بگیری. اگر کسی با صحت یاب نشد، مسلسل مریض، مثلا در ماه مبارک رمضان شریف یک مادر، یک برادر، یک پدر روزه را افطار کرده بود، مریض بود، بعد از رمضان شریف گفت که امروز فردا من قضاییش میگیرم، اما وقت میسر نشد. وقت چگونه میسر نشد؟ که این توان روزه گرفتن نداشت، باز روزه گرفتن سرش قضایی هم لازم نیست. جناب مولوی و علیکم و رحمت الله. برادر ما مهربانی. مولوی صاحب عزیزمی، بعضی کسا در ماه مبارک رمضان مثلا عمل نسوار یا سیگرت که دارن، خب جان همین نسواریش بعضیش نسوار را خدا میزنه، میگه والا روزی من نمیشکنه چون اوش در گلونم داخل نمیشه، خب قرص نمیشه و چطور از بخاطر همی گفتیم یک معلومات. درست است. تشکر جناب. خیر باشین. رابطه و نسوار برادر ما سوال کردن، سیگرت نسوار هم معلوم دار است دیگه که نسوار هم روزه را مشکنانه، چون انسان راحت میبخشه. من یک مثال به شما بسیار ساده و بسیط عرض کنم. نسوار بر انسان آرامش میبخشه، جنسیت دور میکنه، اما چیزی که به وجود انسان هیچ فایده نداره، بر وجود انسان مفید واقع نمیشه. مثلا سنگ است، فقها ذکر میکنن یک آدم سنگچله میگیره میخوره، با وجود از این که همین سنگچل مغذی نیست که تو را تغذیه بکنه، با وجود از این که مفید نیست به وجودت، مفید نیست، مضر است، اما روزیت مشکنه. نسواری که تو را راحت میبخشه، جنسیت دور میکنه، نان چایش یادت نمیم یک نسوار بزنی اون نمشکنانه. نسوار سیگرت روزه را مشکنانه. خدا کنه که دوستا متوجه باشند دیگه. این ماه تقوا است، ماه جهاد است. به هر صورت الله متعال همه ما را توفیق بده. ما به شما مسافر
شرعی را معرفی کردم. میم سر مسافر عرفی، گرچند قبلا هم گفتم یک اشاره به خاطر تاکید هم با ذکر میکنیم. مسافر عرفی گفتم کسی است که مثلا به جای میره، به کشوری سفر کرده، در یک ولایت سفر کرده، در اونجا 6 ماه 1 سال کم و بیش در اونجا زیست و زندگی میکنه، این آدم مسافر شرعی نیست، مسافر عرفی است. یعنی مسافر شرعی نیست که باز روزه را بخوره یا نماز قصر بکنه. یکی در برادرای ما فریب خوردن، گفتن والا ما مسافر هستیم، از مزار و از سمنگان از اونجا کابل آمدن، گفتن ما مسافر هستیم، در ماه مبارک رمضان شریف روزه را افطار کردن، در حالی که مسافر شرعی نبودن، مسافر عرفی بودن. روزه را قصدن گرفتن خوردن که ما مسافر هستیم نادانسته. خب این سرشان کفاره لازم میشه. اگر بگه والا من خود نفهمیده بودم، نادانی و نفهمیدن در دین ما و مطرح نیست، معتبر نیست، باید که کفاره خدا بگیره. به هر صورت یک وقفه مختصر و کوتاه داریم، دوباره انشالله به خدمت برمیگردیم. السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و بعد. السلام علیکم و رحمت الله. باز هم خوشحال و خرسند هستیم که به خدمت هموطنای عزیز و خود قرار داریم در تلویزیون نور، در برنامه پاسخ نور ان شاء الله تعالی، که به سوالات عزیزای ما پاسخ داده میشه و در پرده تلویزیون شماره تماس هم می باشه. عزیزایی که مشکل دارن و سوالی برشان مطرح است میتونن که بپرسن، چون پرسیدن عیب نیست و ندانستن عیب است. تماس داریم. سارا خواهر ما از کابل، بفرمایید صاحب. سلام علیکم مولوی. و علیکم و رحمت الله. مولوی صاحب یک سوال داشت. بفرمایید. یعنی 85 طلا مثلا در 85 گرم طلا دارم به مقدار 2 لک روپیه افغانی است. 85 گرم نشده. 45 گرم است. 85 گرم تا نشده، 85 گرم کم است. سر از زکات میشه نمیشه؟ چند گرم است؟ چند گرم است؟ گرم نداره. از 85 گرم کم است. خب از 85 گرم که کم است سرش زکات نیست مادر جان. خب نمیشه زکات؟ زکات سرش نمیشه. اگر 85 باشه یا از او بالا باشه باز زکات سرش میشه. دیگه چیز وقتی پیسه نختم ندارم، خود مجرد است خیلی کردیم از پیسه پیدا کردیم. اونمو طلایت اگر فروختی باز سر پیسهش زکات میشه که 1 سال سرش بگذره، اما وقتی که پول نقد تبدیل نکردی سر طلایت زکات نیستک. مهربانی، بخیر باشید. با عرض معذرت امروز گلون ما خارش داره. عزیزای محترم، باز هم خوش هستیم که رمضان مبارک انشالله که پیدا کردیم. رمضان شریف ما را پیدا کرده و ما رمضان شریف را پیدا کردیم. رسول مقبول علیه السلام به ما شما مژده میده. به روایت حضرت انس رضی الله عنه، پیغمبر علیه السلام در روز 29 شعبان که اینمی روزی که ما شما قرار داریم امی روز است، در شب رمضان شریف به صحابه کرام خطبه ایراد فرمودن و فرمودن که یا ایها الناس قد اظلکم شهر عظیم. ای مسلمان ها، ای مردم، یک ماه بزرگ شما را پیچاند، آمد سر شما یک ماه بسیار بزرگ، شهر مبارک، یک ماه با برکت سر شما آمد. الله متعال در رزق روزیتان برکت مندازه، در دسترخانتان برکت مندازه، در طاعت عبادتتان برکت مندازه. نه ببینید کسایی که در نماز کسل بود، سست و تنبل بود، چگونه سر نماز میه. کسایی که روی قرآن در سال باز نکرده بود، از برکت رمضان شریف روی قرآن باز کرده میشه و تلاوت میشه و ذکر میشه، تسبیح میشه، یاد خدا میشه. به می خاطر
پیغمبر علیه السلام فرمود که شهر مبارک، ماه با برکت است، ماهی است که الله متعال یک تخفیف ویژه در این ماه داره. سبحان الله. او تخفیف ویژه چی است که الله متعال به امت نصیب گشتانده که یک فرض 70 فرض میشه. سبحان الله. یک فرض 70 فرض. سبحان الله. یک رکعت نماز فرضت گویا که 70 رکعت نماز فرض خوانده باشی. و یک نفلی که تو انجام میتی، یک نفلی را که انجام میتی گویا که یک فرض به جای کرده باشی. و اگر انسان مقایسه نفل با فرض بکنه نمیشه مقایسه، یعنی هزارها نفل به یک فرض نمیرسه. متوجه شدیم این باریکی را؟ هزارها نفل به یک فرض نمیرسه. اما در ماه مبارک رمضان شریف الله متعال امی تخفیف برای ما و شما آورده که یک نفلت به فرض تبدیل است و یک فرضت به 70 فرض تبدیل است. سبحان الله. ماهی است که رسول علیه السلام فرمودند که درهای بهشت باز میشه و درهای دوزخ بسته میشه و شیاطین مرده شیاطینی که انسانها را فریب میدادن اونها به این زنجیرها بسته میشوند. پس این یک سعادت بس بزرگی است که الله متعال به ما شما لایق دیده. خدای پاک ما را توفیق بده که مهمان پروردگار متعال قدردانی بکنیم. بر ترتیب برادرم محمد رحیم جان از تخار. و علیکم و رحمت الله. برادر عزیز مهربانی کنید. صدایتان داریم، بفرمایید. شما مطرح کنید، بفرمایید. خانم در برابرم زیاد زمان میرم، من زیاد لط میکنم، چی میشه؟ خانمت دشنام میته و تو لط میکنی؟ نه دشنام نمیته. نه دشنام نمیتم. زبان میکنه به خاطر زبانش ما لطش میکنه. زبان درازی میکنه، جوابت میته. بله. خب تو چی میگی که تو را جواب میته؟ هیچ که زبانش درشت هست، من خاطر زبانش نمیکنم. نه لط کردن اجازه نداری لالای قندم. خب تو تیشه را در پای خود میزنی، نه گناه داره. لط بکردن بس کو با عالیت، با انسانیت، با سخنهای بسیار نرم شیرین محمدی. به هر صورت برادر ما تشریح میتونم با شما بیننده برنامه باش. گرچند خانم ما بد زبان می باشه، خیر و قصور از اوست، او عاجزه است. او خانمت شاید تحصیل نکرده باشه، شاید امو آداب و اخلاق درست نفهمیده باشه، یا کم حوصله باشه، یا مریض باشه. حالا اکثرا ما شما هموطنهای خود میبینیم هر کسی یک مشکلی داره یا یک تکلیف روانی ممکن داشته باشه. دیگه بنابراین ما به همراه انسان مریض باید کمک کنیم، باید او را دوا بدیم، باید او را دلاسا بکنیم، باید او را ما با آغوش خود بکشیم و سر ظلم نکنیم. دیگه او نشه که خدا نخواسته اگر تو یک میگی و دو گفت باز بخی صاحب سوته را بگی چوب و بگی هر چی که پیش آمد خوش آمد بزن. این گناه بزرگ است. عزیزای محترم، برادر عزیز بسیار متوجه باش که در حق خانم ها بسیار متوجه باشیم. مخلوق عاجز پروردگار متعال طبقه خانم ها است، بفهمانیمشانه. الله متعال می زبان به ما شما چرا داده؟ ناسزا و زشت گفتن نیست کار عاقلان، از برای نرم گفتن شد زبان به استخوان. زبان ما چرا استخوان نداره؟ نرم و نازک و شیرین است. خاطره که تو شیرین سخن باید بگویی، خصوصا به همسرت که شریک زندگیت است. از او که دیگه محرم در کل دنیا تو پیدا کرده نمیتونی. مادرت که چقدر حق داره بالای تو به اندازه زنت محرم نیست. باز تو را بگی لط کو کوب کو بزن بکن دو بتی دشنام بتی، این خو هیچ رای بندگی نیست، رای شریعت و رای خدا نیست. بسیار تو مرد هستی، تو سرپرست هستی. الرجال قوامون علی النساء. برادر گل، هموطن عزیز، تو سرپرست در خانه هستی، تو حیثیت چوپان نداری. چوپان حق نداره که سر گوسفند ظلم بکنه. اگر یک گوسفند در زمین یک آدم مدرایه و علف مردم میخوره،
تو نباید که گوسفند بزنی. چرا؟ او خو مسکین عاجز است، او خو گوسفند نمیدانه. اگر میفهمید که این ظلم است، این گناه است، خو نمیرفت از علف همسایه نمیخورد. خود تو باید کنترلش بگیری، نه کنترل بکنی. مسئولیت و مکلفیت تو داری. بنابراین خانم تا نزن گویا که تو خود زده باشی، و اگر او مریض هم میشه مجبور استی خودت پیش دکتر ببری و اونا دعای بد کنن. خدا ناخواسته زندگیتان ترش و تلخ میشه، خراب میشه. خلاص در خانه که جور نبودی، با در بیرون هم جور نیستی. پیغمبر علیه السلام میفرمان بهترین شما کی است؟ کسی است که زیاد نماز میخوانه، کسی است که زیاد روزه میگیره، کسی است که زیاد پیسه پیدا میکنه. نه، بهترین شما بر زنهایتان آن کسی است که بهتر به خانم خود باشه، با اخلاق با خانم خود باشه. پس برعکس فهمیده میشه که بدترین شما کسی است که به امرای خانم خود جور نباشه. ساعت گریب در گپ الهی ناق زن بخی صاحب چپک و بزن فریاد و واویلا. پس دیگه اولادا از شما چی یاد بگیره؟ اگر از باغ رعیت ملک خورد سیبی، بر آورن غلامان او درخت از بیخ. وقتی که تو پدر و مادر به این وضعیت زندگی داشته باشی، یکی دیگر دو دشنام بتی، بیابگی و رسوایی باشه، اولادا از شما چی بیاموزن؟ اگر سلطان به نیم بیضه، اگر سلطان شاعر عجیب فرمود که به نیم بیضه ستم روا دارد، بر آورن غلامان او 1000 یا 1000 مرغ بسیخ، غلط نشون بر صورت. یعنی بازم بادیگارداش مرغا را بسیخ میزنه اگر یک تخمه یک سلطان خیانت بکنه. پس بناهن پدر و مادر حیثیت پادشاه و وزیر در یک خانواده می داشته باشن، اونها خود اصلاح بکنن که تا ای که رعیتشان که اولادایشان است اونا که خوب تربیه شوند. تربیه اولاد از کجا شروع میشه؟ از آداب و اخلاق والدین شروع میشه. میخوایی که اولادایت با اخلاق باشه، با تربیه باشه، تو باید خود اصلاح بکنی. میبینیم سرایت میکنه. پدر و مادر اگر بدزبان باشه، دشنام بتن یک دیگر خود را بیاب بکنن، اولادایشان اونو دو دشنام یاد میگیره. ما به چشم گناهگار خود دیدیم، به گوش گناهگار خود شنیدیم. اونمو دو دشنام را که پدر و مادرش میزنه، کلانا در خانه او گپار امو دشنامای را که میته، اولادایشان تفلکای 1-2 ساله و 3 ساله ای که نو سر زبان آمده، اونمو دوار در کوچه میزنه که بیخی شرمت میگه که میگی که قد طفل 2 ساله دو است کو. طفل 2 ساله 3 ساله 4 ساله که نو سر گپ آمده دشنام میته که یک رویم گوشای جرنگس میکنه که نه از کجا یاد گرفت؟ خود در خانه پدرش، مادرش، کاکایش، مامایش، کلانا وقتی که رقم دو دشنام میتنده بین خود، اولادشان یاد میگیره. نه خدای پاک سر ما رحم بکنه. هدفی است که در خصوصا در ماه مبارک رمضان شریف بسیار تنها روزه گرفتنی نیست که ما میدان خدا بند بکنیم و فرض مثال از شهوت خدا نگاه بکنیم. پیغمبر علیه السلام میفرماید اگر در ماه مبارک رمضان شریف یک آدم تو را دو میزنه، تو ملامت نیستی، ملامت همو آدم است. اونمو آدمی که ملامت است تو را دشنام میته، تو حق نداری که پس او را دو بزنی. مثل که در نماز فرض است، نماز میخوانیم، آیا سر نماز ما حق داریم گپ بزنیم؟ آیا سر نماز ما حق داریم دشنام بتیم؟ نداریم. نه اگر دشنام دادیم، اگر گپ زدیم سر نماز ما فاسد شد. در حج رفتیم، در حج الله متعال میفرماید که فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. دو دشنام و جنگ و جدال در حج نیست. گرچند تو ملامت نیستی، جانب مقابل ملامت است، تو حق نداری که دشنام. چرا؟ حجت خراب میشه. اونم تو روزه هم سر تو فرض است. اگر کسی تو را دشنام داد، تو برش بگو فلیقل انی امرئ صائم، ما یک فرد روزه‌دار هستم، صاحب حوصله جنگ ندارم، حوصله دو دشنام ندارم، بیادر الهی محبتی، برو باز بعد از رمضان باز ما تو گپ میزنیم. اما ما هنوز حوصله ما کم میشه، چیزی میگیم که سبحان الله. خدا سر ما رحم کنه دیگه، خداوند ما رو صبر نصیب کنه. الله متعال استقامت ما بده که درست روزه بگیریم. نه تنها دان ما بلکه زبان ما هم روزه باشه، گوش ما هم روزه باشه،
موسیقی نشنویم، به چشمای خود چیزهای بد و بدعت و ناروا را نبینیم و غیبت و نمیمت نکنیم که این روزه ما را هیچ میسازه. عزیزای گرامی، غیبت کردن ثواب روزه را هیچ میسازه. سید نجیب الله هاشمی از کابل، مهربانی که آقا صاحب محترم. زنده باشی، خوش شد صدای بشینیم. همچنین که برنامه اسلامی قشنگتان اجازه باشید استاد محترم از موضوع را از چیز رمضان از پیشتون پرسان کنم. بفرمایید صاحب، مهربانی. سوال اولا استاد محترم، یعنی که ما شما الحمدلله مسلمان هستیم، میگیم روزه میگیریم، کل چیز ما روزه باشه. در ماه مبارک رمضان در افغانستان نرخ‌ها بالا میره، چرا؟ از برکت رمضان شریف. خب مبارک رمضان ما رحمت است. این وقتی که نرخ‌ها افزایش در افغانستان از گاز گرفتگی تا کچالو گرفتگی تا کل چیز در کشور بالا میره. کنون بگی رمضان میوه که ارزانی میشه، قیمتی میشه. ولی تجارا ولی دکاندارها قیمت میفروشن، مال خود اتکا میکنن، نظام میکنن یا قیمت میبرن. و اینو چی بگی؟ یک سوال دیگه مثال محترم، آذانایی که میتن در مسجدها در ماه مبارک رمضان یا 5 دقیقه و 2 دقیقه فرق میکنه. ما وقتی که با چیز تلویزیون افطار کنیم خوب تر است یا با چیز مسجد، هر مسجدی که ببینیم 5 دقیقه 10 دقیقه فرق میکنه. اینو میرم یک تشریحاتی که خوش بشه. روز شما بخیر. خداحافظ. درست است برادر ما، خوب سوال کردن. یکی قیمت فروشی در ماه مبارک رمضان شریف. خب این عوض بالا جای خط بوده است تجارای ما که تو قیمت فروشی میکنن، والله اعلم شاید عوامل بیشتری داشته باشه. خب اگر ارزانی باشه، صله رحمی باشه، این خوبتر و بهتر میشه، چون ماه مبارک است. پیغمبر علیه السلام در ماه مبارک رمضان شریف حتی کسایی را که اسیر پیش خود می داشت، اسیرها را به خاطر ماه مبارک رها می کرد. پس ارزانی که باشه در ماه مبارک بسیار خوب است. کوشش بکنیم که در ماه مبارک جنسی را که از دکاندار میگیریم جگله بسیار نکنیم، دعوا بسیار نکنیم. روزه ما گفته مردم که خط میشه، راستی هم لکه‌دار میشه، نه؟ کالای سفید به تنت باشه، بخوایی در یک محفل بری و در او کالای تو لکه باشه، خدا ناخواسته یک چیز پلید بپره، تو جرأت نمیکنی که به همراه اون لباسی که لکه‌دار شده به محفل بری. نمیگی لکه‌دار شده، ولی مناسب نیست، مردم خنده میکنه. گرچه کس خنده میکنه یا نمیکنه، خود تو در محفل اشتراک نمیکنی. بنابراین ما در ماه مبارک بسیار خود کنترل بکنیم، جگله و دعوا و دو و دشنا میگه پاره نداشته باشیم و کوشش بکنیم که بفروشیم. تجارت به این خاطر است که یک چیز فایده بکنی، فایده بگی، یک فایده کم میگه، الله متعال دمو برکت مندازه. یک فقیر را، یک مسکین را وقتی که میبینی که توان نداره، خیر است یک 10 روپه 15 روپه 20 روپه به امرای مو کمک شو. یک آدمی که پیسه دار است، خیر است از او یک 10 روپه 20 روپه فایده بیشتر بگی. اما یک آدمی که فقیر است، خیر است بازوره به امرایش تو کمک شو که خدا به امرای تو کمک بکنه. فقرا و مساکین بسیار متوجه باشیم. یک لقمه نانی که تیار میکنیم در افطاری، از او افطاری خود همسایه های خود شریک بسازیم. نگوین که والا ای کم از خنده ما میکنه، نه، او دلش خنده میکنه، گریان میکنه، تو یک چمچگک برش روان بکو به خاطر ثواب. پیغمبر علیه السلام به حضرت ابوذر غفاری رضی الله عنه فرمود که یا ابوذر اذا طبخت مرقه فاکثر ماءها، های ابوذر وقتی که تو شوربا پخته کردی همو آبش زیاد بکو. نگفت گوشتش زیاد بکو، به خاطر همسایه گوشت بخر، چون توان نداری. اگر توان داشته باشی به همسایت هم گوشت بگی، خیر به خود 1 کیلو گرفتی به همسایت 1 پاوک بگی، 1 پاوک. با خود 300 گرفتی به همسایت 50 روپه بگی، 100 روپه بگی، مشکل نداره. اما اگر باز گوشت گرفتن نتونستی، اوش هم که زیاد بکنی و همسایت شریک بسازی، دل به دست آور که حج اکبر است، از هزاران کعبه یک دلک بهتر است. همشیره ما زهرا جان، مهربانی از کابل. بفرمایید همشیره، صدایتان داریم. مشنوم صاحب. گفتم همین روزا ما خیریت رفته بودیم مثلا 4,000 پول میدی تا خانمایی بودم افکیف بود. 4,000 پول به شهر به خیریت رفته بودیم، همین خانمایی بود افکیف ما زدم. ما که اینا پیش خب دل کنیم یا بشنم دیم ما بنام شد.
سوالتان درست نگرفتم. شما گفته که کی دشنام دادن؟ میگم خانم ها از کیس ما به خیری پول جان. خانم ها چی کردن؟ خانم ها از کیس ما پول جان، پولای ما از کیس ما بزنم. متاسفانه نفهمیدیم سوال. باز اگر سوال چیز شد جواب میتیم اگر فهمیدیم، و اگر نه در غیر از او دیگر نفهمیدیم سوال که گرفته نشد چگونه جواب داده شود؟ صدا درست نمیه. دوم سوالی که برادر ما کرده بودن، آذان دادن در وقت افطار که یک مسجد ناوقتر آذان میته، یک مسجد وقتر آذان میته. برادرای عزیز، هموطنای گرامی، در هر ولایت هم اونمو وقت سحری و افطاری جدولش مبرایه که دینی وقت سحری، دینی وقت افطاری. ما میتونیم که از جدول استفاده بکنیم، حاجت به آذان امام نباشه. یا اگر جدول هم نداشته باشیم باید که ما آسمان و آفتاب تعقیب بکنیم. خدای پاک جل مجده در قرآن میفرماید که وقتی که آفتاب غروب کرد و شب داخل شد با شما روزیتان افطار بکنید. نگفته وقتی که مؤذن آذان گفت افطار بکن، گفته وقتی که شب شد افطار بکن. میشه شب داخل شوه، اما مؤذن در مسجد آذان نگویه، یا آذان بگه یا لاسپیکر خراب باشه، خیلی تو هیچ افطار نمی کنی. پس افطار کردن ما منوط مربوط با آذان مؤذن نبوده و امساک ما که پس شب که ما بس میکنیم، چه وقت بس میکنیم، این باید مطابق جدول باشه. یا بعضا جدول ندارن، اونها از یک کسی که عالم است، دانشمند است، از او پرسان بکنن. در این شبها با کدام ساعت انسان بس بکنه؟ شب رمضان شریف است، فردا مسلمان ها روزه نفلی میگیرن فرض مثال. یا اگر معلوم شد که رمضان شریف است، روزه رمضان میگیریم، یا بعضا روزه نفلی میگیرن که هیچ مشکل نداره. تا چه وقت ما سحری بکنیم؟ یک سوالی هم است که اکثر دوستای سوال میکنن. خب باز هر منطقه فرق هم میکنه، چون ما در کابل قرار داریم، این ساحه‌ای که ما زندگی میکنیم ممکن امی ده کم 6 ببخشین ده کم 5 اگر روزه سحری ما امساک شوه و بس شوه بهتر است. ده کم 15 کم 5 بس بکنیم بهتر است. یعنی از او بالاترش خطر داره، ممکن صبح داخل شوه و اما احتیاطش 15 کم 5 است که تا 15 کم 5 هم ما میتونیم که سحری بکنیم، بعد از او باز سحری نکنیم که ممکن صبح داخل شوه به هر تقدیر دیگه. پس افطار کردن وقتی است که آفتاب غروب بکنه. آیت کریمه ناطق است به این موضوع که آفتاب 6 شما افطار بکنی، یعنی شب داخل شد. و آذان دادن، بعض مساجد است امامش در مسجد مثلا نمی باشه، یک موی سفید میخیز آذان میگه، او وقت هم نمیفهمه. مؤذن کسی باشه که اولا تقوادار باشه، دومی که وقت نماز بفهمه. چرا پیش از وقت بانگ دادن این خود جرم و جنایت و گناه هست، نه روزه مردم سرش خوردن است و روزه مردم فاسد کردن است. روزه فاسد میشه اگر مؤذن به وقت آذان میته. مؤذن باید کسی باشه که وقت بفهمه و آذان بگویه و آدم احتیاط بکنه. تو نشه که او بنده خدا واری فقط منتظر آذان باشه که آذان از کجا میاد، دلش وقت است یگان تا خطا می باشه. نه، حالا قدر که تو 10 ساعت 11 ساعت یا کم و بیش روزه گرفتی، 2 دقیقه دیگه چی است که تحمل کردن نمیتونی؟ به خاطر 2 دقیقه تو میزنی روزه تا فاسد میکنی. نه والا اونو مسجد خوازان داد، او مسلمانو مسجد خوازان داد، اون هفته و 2 آسمان سایکو. حالا آذان مؤذن مهم است یا شب شدن مهم است؟ الله متعال خود در قرآن به ما تو گفته وقتی که شب داخل شد، یعنی هفته و نشست، آثار آفتاب از آسمان گم شد، باز تو روزه را افطار کو. نگو که والا آذان داده، به من چی دیگه خیلی چرا آذان داد؟ آقا بچه او 2 دقیقه پیشتر 15 دقیقه پیشتر نفهمیده آذان گفته، دیگه تو روزیت میخوری؟ اونمو بنده خدا واره
خدا نخواسته تو میخوای خدا را فریب بتی. و بنده خدا چی کرده بود؟ رفته بود در سر جای خدا به تو روی دل انداخته بود، مثل مرکب واره، مثل حیوان واره از جوی او میخورد. در سر خودم یک توشکچر یک پالان انداخته بود. کسی آمد گفت که تو روزه را میخوری، خادم واره خیلی او بنوش، چرا تو میکنی؟ خدا بر روی دل انداختی. گفت اگر خدای پاک از بالا ببینه مرا خیال مرکب بکنه. این خدا بازی دادن است عزیز دل. پای در پای خود، در تیشه در پای خود زدن است. ولی اون آزار گفت دیگه به ما چی؟ گوش نشدیم. نه، تحمل بکن عزیز دل، شیطان سرت غلبه نکنه در اونجا که در به خاطر 1 دقیقه یا 2 دقیقه تو چیز میکنی، روزه تا خراب میسازی. بنان احتیاط در دین ما شرط است عزیزای گرامی، بسیار محتاط باشیم در سحری، در نماز، در افطاری، بسیار متوجه باشیم. الله پاک همه ما را توفیق نصیب کنه که روزه درست گرفته باشیم. خب موضوع دومی را که به حضورتان میخوایم به عرض برسانم، گرچند مسائل و فضائل رابطه به ماه مبارک بسیار است. خب ما یک مسئله کوتاه را عرض کنم. بعض مادرای ما شیرده هستند، اولاد خود شیر میتن و اولادشان غیر از شیر دیگه چیز نمی نوشه و نمی خوره. پس آیا این مادر روزه بگیره یا نگیره؟ در این صورت اگر این طفل چارش به غیر از شیر مادر نمی شد، بعد از شیر مادر استفاده بکنه و مادر اگر روزه گرفته میتونست به ها روزه بگیره. بعضی مادرای داریم بسیار تندرست و قوی صحتمند می باشن، هم روزه میگیره هم طفل خود شیر میته و شیرش هیچ کم نمیشه. و بعضی مادرای هستن که اگر روزه بگیرن شیر بالکل گم میشه و طفلشان گشنه میمونه و طفلشان هم خورده است. مثلا 1 ماه طفل است و غیر از شیر مادر دیگه شیر خشک هم نمیخوره، دیگه چیز هم نمیخوره. با در این صورت مادرش افطار بکنه دیگه، چون روزه سر مادرش فرض سر طفلش نیست. اگر مادرش روزه بگیره خود طفلش گشنه میمونه. شریعت ظلم نکرده، الله پاک ظلم نفرموده، بناهن مادر افطار بکنه، خیر از باز قضاییش بگیره. این که والا این ماه مبارک از پیشم تیر میشه، ای چطور میشه روزه گرفته نمیتونم؟ خب که نمیتونی، الله پاک همین حالت سر تو آورده و از حال تو آگاه و بینا است. بعضی موی سفیدایی داریم، پیچ سفیدایی داریم، روزه گرفته نمیتونن. قرآن عظیمشان او را بیان کرده که اینها فدیه بدن، مثل صدقه فطر وغیره. در مقابل هر روزی که میخورن به اندازه صدقه فطر، همون پولش چقدر میشه از صدقه فطرت، به مو اندازه در مقابل هر روزش فدیه بده. کور شیخ فانی گفته میشه. شیخ فانی کی است؟ او ریش سفید و پیچ سفیدی است که دیگر روز به روز، سال به سال ضعیف شده میره، او فدیه میده. اما کسایی که صحتمند و تندرست و جوان هستند، مریضی آید حالشان میشه 1 4 روز 5 روز در رمضان مریض می باشه، این نمیتونه که به خاطر مرضی که آید حالش شده باز فدیه شه بده، بلکه بعد از رمضان باید که قضایی بگیره. اما کسایی که موی سفیدا پیچ سفیدایی که اونا نمیتونن، اونا باید فدیه چیز خود ادا کنن. از این که ما امروز وضعم چندان خوب نیست، با عرض معذرت شاید مسائل درست نگفته باشم و فهمانده نتانسته باشم. خداوند شما را خیر بده که برنامه را تعقیب میکنی، برنامه شرعی را، برنامه ایمانی و اسلامی را، برنامه ای که سراسر خیر است، برنامه ای که ما به این نیازمند هستیم. یک موضوع مسئله شرعی را فهمیدن بهتر است از صدها رکعت نماز نفل کرده. پس خداوند همه عزیزای ما را، همه هموطنای ما را در هر جای هستند از آفات و بلیات زمینی و آسمانی در حفظ امان خود داشته باشه و خدمات علمای ما را قبول درگاه خود بگردانه. از اینکه وقت برنامه ما تمام است، شما را به الله پاک و منان یکتا و یگانه میسپارم. تا بحث برنامه آینده انشاءالله شما را به خدای پاک میسپارم. دوباره به خدمت خواهیم بود. السلام علیکم و رحمت الله.